هموطنان عزیز، شایق جان امرو با خواهرک قندولش اینجا در کنار ما هستن. سلام. سلام به خودتان، خوب هستین انشالله؟ سلام تشکر از خودتان. سلام، شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ یک سلام بر تمام شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم تک تکتان در هر کجایی که هستین شاد و خرم و سرحال باشین. زنده باشین. تشکر. آمدین بخیر در محفل عروسی؟ بله، بسیار محفل زیبا هست و ما باید که این محفل را برای تمام جهان نشان بدهیم که ما چنین رسم هایی داریم، چقدر رسم های زیبا داره افغانستان. دوستای عزیز، اگر تک نفره عروسی کنه آدم یک دانه کیک در سر میز باشه، حالا سعی کنید 50 تا کیک در سر میز و اینقدر نفر آمده، خبرنگارا در عروسی از اینا آمده. پس فکر کنید این آدما چقدر خاص هستند. خودت خوش داری اما یک عروسی داشته باشی؟ من خوش دارم، ولی اگر وقتش باشه. وقتش بخیر برسه. بله. اما تو محفل عروسی تو که 50 دانه کیک باشه. من محفل عروسی میگیرم، باز وقتش باز خبر میشین که چی گپ میشه. خبر میکنی نمیکنی شایق جان؟ اگر زنده بودین انشالله خبرتان میکنید. انشالله بخیر. خدا امیدوار هستم که محافل دیگه هم مثل این محفل برگزار شود که تا که جوانای ما بتونن به آرزوشان برسن. شوخی کردم، بدل نگیرین. خب عزیز من قندولک نیمه چرا بدل بگیرم؟ تو دعوت کنی نکنی ما میاییم. صحیح است. دلکتون جمع. بسیار تشکر. گفتنی بر ما دارین کدام دونه شعر میگه؟ گفتنی دارم. همیشه شاد باشین، هیچ وقت ناراحت نشین، چون زندگی فقط 4 روز یا 5 روز یا 1 روز است. چرا شاد نباشیم؟ زندگی چی معنی داره بدون نمک؟ دیگه بیمزه میشه. باز میگه نمک چی است؟ لبخند زندگی. زندگی لبخند زندگی نمک است. صحیح گفتیم. چنین چیزی هست دیگه. زنده باشی. بسیار تشکر. لبخند نمک زندگی است. آفرین. تشکر. بسیار تشکر از خودتان. تشکر از شما. بسیار تشکر. یک شیرم بر من نگفتی. شیر تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. کسان را در آغوش گیر، رسم خوب تاجکان را گم مکن. بسیار تشکر. تشکر. قندولک تشکر. زنده